شما خوب هستین خانم؟ خواهر بده خواهر چی گپ است؟ گپ ما گوش کن. ای پوله بگی برو به هر کسی که میتی بتی. خواهر مرا ببخش لطفا. اینجا بیا. احتیاط کن درست است. استاجا فرار نکن. آدم کسی بس کجا فهمیدی که پیش دکتر میرم؟ آه مادر حتما تو برش گفتی. متوجه کل جای باشی فهمیدی؟ براست از بیانر چی شده؟ بیا در اونجا هیچ کس نبود. بیا که بریم. چطور شد؟ دختر پیدا تانستین؟ همیال آدمی سرک آمد. ایره خو ما میفهمم اما چی شد؟ خانه خالیست. خدایا بر اولین بار همراهیم کمک کردی. 1000 بار شکرت. هنوز خو یک دقیقه تیر نشده بود. تو چیزی که دستت هست اگه بزنی باز قاتل میشی. چطور یعنی؟ چی قسم دیدینی که در پشتم چشم داری؟ سلام. راستش میفهمم که زیاد متعجب شدین، اما قسم میخورم من دزموس نیستم. قسم میخورم. نزدیک نشین اگه نمیزنمتان. گفتم میزنمتان. نزدیک نشین. چراغ نیکه زمین چاک شد و دختر قرد که چطور؟ شما را میگم احمقا. برین زود چاین بپالنش. عجله کنه. بیاین. من سیف داشتم. اوتو بگیرین. چپ بیایتان. نفهمیدم.
چپلیایتان میگم هنوزم در پایتان است. وقت داخل می شدین باید از پایتان می کشیدینش. راستش شما دفعتن و قسم گفتین. معذرت میخوایم، همیال می کشمشان. از کسایی که در بیرون هستن فرار میکنی؟ هنی؟ یعنی بله. ببینین میفهمم که بدون اجازه در خانه‌تان داخل شدم، اما گناهکار نیستم. بیازو چند دقیقه بعد من میرم. کجا میرین؟ در خانه خودم. به خاطر رفتن باید از شما اجازه بگیرم؟ نه، نمیخواستم این قسم بگویم. یعنی راستش فکر کردم کدام کار غلط میکنین. او میخورم. شما میخواین؟ نه نمیخوایم. بسیار تشکر. یک آدم عجیب است. دوستا اگر کسی دیده یا شنیده بگویه. کسی که مجرم کمک میکنه یا پنهان میکنه خودش هم گناهکار است. ای چی میگه؟ بیخی گد و دیر انداختن. این خانه را دیدین؟ نه خیر. اونجا خانه ملا صاحب است. گفت خانه ملا؟ ملا صاحب بعد از نماز خفتن به خانه خود رفت. اگه می آمد حتما خبر میداد. خیلی بریم دیگه. زود باشین، عجله کنین، طول نتین. ایتالی را بیبی. فرار کرده به خانه ملا آمدیم. ملا صاحب، پلیس واس کنین. ملا صاحب عذر میکنم، مرا به اونا تسلیم نکنین لطفاً براتون عذر میکنم. ملا صاحب گوش کنین. من همیشه از خدا دور بوده ملا صاحب. اگه شما امشب مرا به اونا تسلیم نکنین باز من دعا میکنم. شما هم زیاد ثواب خود بردین. چی میگین؟ ملا صاحب براتون عذر میکنم، مرا به اونا تسلیم نکنین. شما را به خدا و پیامبرش قسم میدم ملا صاحب. لطفاً ملا صاحب. شب بخیر. یک واقعی دزدی رخ داده. ما فکر میکنیم در یکی از این خانه‌های منطقه است. یک دختر است. راستش ملا صاحب یک دختره. بازاریز هیچ خوب معلوم نمیشه، باور کنیم. بازاری؟ حالا بیادرم تو به کارت برس. سر یک مرد به خاطر پول حمله کرده. شما دیدینش؟ ساعت قبل. بگی. ما دیگه میرم. کجا میری؟ مصاحبه کاری دارم. چه قسم کار است؟ با مادرم گفته بودم. سینان کجاست؟
در اتاقش هست. چند دفعه براتون بگویم که در وقت نان خوردن باید یک جا باشیم نه؟ سایس مامیالا میرم صداش شما میکنم. بشینین مادر، خودم سینان صدا میکنم. سینان زیاد فکر کردم نمیتونم منصرف شدیم. برات گفتم نمیتونم. قبول. امانتی را امیالا برات میارم دل جمع باشه. تو تشویش نکن. خداحافظ. خیرت هست؟ ای امانتی دیگه چی هست؟ چیز نیست خواهر. به خاطر چی منصرف شدی بگونی؟ بله منصرف شدم خواهر. همین به نظرت مهم نیست؟ خب بانش درست است. هم بیازم از خود کار دارم. حالا بیا که چای تیار ما است. دلم نمیشه. ایره خودت با پدرم بگو جانم. اوه بچه خان بالاخره تشریف آوردی. بیشی. نه پدر جان دلم نمیشه. من یک کار عاجل دارم. اوه هر کس از خود کار داره اما هیچ کس به این خانه پول نمیاره. بیشی نانت زار کو. گفتم بیشی. گفتم دلم نمیشه نمیخوایم. بچه بیشی دیگه. تو چی رپورت میکنی؟ نه پدر چیزی رپورت نمیکنم. یک بار ببینم. بیا 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 بیا. بکش. دستتا پس کن. آهای کوکسال. کوکسال. پدر رو برم بته. پدر لطفاً بته. احمقی چی هست؟ بچه لودایی چی هست؟ سینان پدر شما چی میکنی؟ تو مداخله نکن دخترم. کوکسالی تو چی میکنی؟ بدون فهمیدن بدون شنیدن چرا میزنی؟ بگو چی رو نفهمیدم؟ اینا مواد مخدر هستن. مواد مخدر. چی؟ سینان بته اینا رو. سینان پدر شما کجا میرین؟ سینان نرین. پدر. سینان پدر. سینان احمق چو باش. گفتم مداخله نکنه. پدر چی میکنین؟ صبر کنین. مادر شما یک چیزی بگوین. احمق باشه بهتره. پدر پدر. پدر. آرام باش جان مادرم. تو هم صدایت چپ کن. کوکسال لطفاً. خدایا من چی کنم؟ حالا چی کنم؟ گفتی چی کنی ها؟ خوب است. قسم. میفهمی چی میکنی؟ باید انسان شوی. گفتم انسان شوی. پدر استاد شو. حالا استاد شو گفتم. استاد شو. زود شو استاد شو. استاد شو اصاب من خراب نکن. گفتم استاد شو. استاد شو. بگو برام احمق اینا رو برات کی داد ها؟ بگو برات کی داد؟ ها؟ احمق اینا رو برات کی داد؟ کی داد؟ بچه لوده اینا رو کی داد گفتم؟ بگو که نمیگوشم. بگو تمامش به خاطر تو است خیریه. تمامش به خاطر تو است. این اولادا به خاطر تو به این حالت رسیدن. پدر صبر کنین. بیازو منصرف شده بود خودش. تو از کجا میفهمی؟ بس از چند دقیقه پیش در اتاقش برم گفت. صبر پدر. لطفاً آرام باش کوکسال. آرام باش. سینان صبر کن. سینان صبر کن. بیادر تو احمق هستی. متوجه هستی که چی آی میکنی؟ خواهر بس است دیگه. اگر تو میزنی بیا بزن که دلت یخ کنه. چطیات نکو. کی تو را مجبور به این کار میکنه؟ خواهر کاملا معلوم دار از قرض ما مجبورم میکنن. به انسان ها زهر دادم میخوایی ما را از قرض خلاص کنی. همین راه حل یافتی. محمد میخاطر منصرف شدم دیگه. اما میفهمی اگه پدرم یک بار به گپایم گوش میداد فقط یک بار برش گفتم امانت است اما هیچ.
خب حالا باید چی کنیم؟ ما حلش میکنم، تو تشویش نکن. سینان اینا کی هستن؟ خواهر تو چی میکنی که اونا کی هستن ها؟ گپ مگوش کو برشان راست بگو پدرم گیرم کرد اونا رو در کموت انداخت. اگه قبول نکردن باز به من زنگ بزن. درست است؟ گفتم درست است؟ درست است خواهر. سرم ناوقت شد. فرمان خانم کجا آمدید؟ سلام. من به خاطر امتحان مدل تجارتی آمدیم. با همی کالا؟ اگرچه چهرت مقبول است اما باز کالای من چی شده ها؟ احمق. سلام. خانم نیشه؟ بیاین نوبت شماست. خداوند قبول کنه. قبول باشه. ملا صاحب خدا قبول کنه. دست شما رو قبول کنه. خداوند قبول کنه. خداوند قبول کنه. سلام بیادر، چطور هستی؟ علیکم سلام، خوب هستم، تشکر. خداوند ازت راضی باشه بشیم. کاکا اصلا تو چی میکنی؟ اگه تو نمی بودی بشیم از وضعیت هیچ کس خلاص کردن نمیتونست. خداوند از تو راضی باشه آقالی. خداوند خیرت بده. خداوند از کل ما راضی باشه کاکا حسن. خداوند قبول کنه. خداوند قبول کنه. قبول باشه.
علی میشه چند دقیقه با هم گپ بزنیم؟ چیز به گپ زدن نمونده. اما قدر تنهایی برات کافی نیست؟ چی وقت پس میایی؟ هیچ وقت پس نمیایم. خانم سیفدا ایلمز مستم. بفرمایین. نیکم رای مرش خندی میکنی. بفرمایین از او طرف برین. تو ایره میبینی خانم، یک بار خوب میبین. اینا را قسم قبول کرده نمیتونیم. هیچ کدامش مورد قبولم نیست. بگی ببر. درست است پیدا کردم. چهره که میپالیدم همی است. خودش است. نامت چی است؟ سیفدا ایلمز. یک دفعه دور بخو. هفته دیگه بیا قرارداد میکنیم، کارش شروع میکنیم. چطور یعنی من انتخاب شدم؟ بله. راست میگی؟ بله. آی بسیار زیاد تشکر. میبخشید ما باور نمیکردم. زیاد هیجانی شدم، باور کنین. دوستان مدل مورد نظر خود انتخاب کردیم. شما رفتم میتونین. تشکر، روز خوش. وقت ما رو ضایع کردن. بسیار زیاد تبریک باشن. بسیار خوش شدم. بسیار تشکر. زنده باشین. روز بخیر. بله توکچه؟ مشنوم جانم. انتخاب شدم. بله، آرزوی با واقعیت تبدیل شد. گوش کن، من خب برات گفته بودم که یک روز با آرزویت میرسی. ای که چقدر خوش هستم، برات گفتن نمیتونم. بی اندازه خوش هستم. زنده باشین آقا اویگار. اگه شما نمی بودین باز ما چی میکردیم؟ بسیار زیاد تشکر. خداوند هیچ درده براتان نشان نده. خواهش میکنم با اینا هیچ ضرورت نیست. به خاطر سیفدا هرچی که کنم بازم کم است. کمان بوده میتونه جانم. از این بیشتر باید چی میکردین؟ خانه ما را از لیلام شدن نجات دادین. تمام قرضای ما را پرداخت کردین. اگر در کل عمرم کارم کنم بازم قرض شما را پرداخت کردن نمیتونم. آقا کوکسال، شما پدر دختری هستین که من دوستش دارم. اگر همراه سیفدا عروسی کنم باز پدر ما میشین. به این خاطر در بین ما ایگه پای قرض مرز هیچ نمی باشه. مثل امیرا زندگی خواد کردین، اما به شرطی که سیفدا بله بگویه. البته میگه. میگه دیگه. یعنی و میفهمه که شما به خاطر ما چی کارایی کردین. راست نمیگم خیریه؟ البته چرا نه؟ یادم باز در اینجا چی کار داره؟ با وجود کل چیز نتونستیم که در میز نکاح بشینیم. باید یک تاریخ مشخص بسازیم. بله، یعنی شما مشخص کنین باز ما برش میگیم. درست است؟ سیفدا؟
من صدای من نشنید. اما ترس فکر کنم شما رو ندید. خب حاله ما با اجازهتون میرم دیگه. استغفرالله بفرمایید، من امرایتان میکنم. ما بازم منتظرتان هستیم آقا. این کار زیاد طولانی شد فهمیدی؟ ببینید همراه من نه، همراه دخترت گپ بزن. برش بفهمان که چی فداکاریایی را به خانوادش کردیم کوکسال. تو میخوایی مرا دیوانه بسازی سیفدا؟ ما به خروارا از او آدم قرضدار هستیم دخترم، اما تو حتی زحمتی خوش آمدی گفتن به خود نمیتی. اما تو نیست. من نیت او آدم هم میفهمم پدر. نیتش چی است؟ او تو را دوزداره، میخوای امرای تو عروسی کنه. ما هم به او زبان دادیم میفهمی؟ زبان؟ زبان چی پدر؟ بدون پرسان از من چرا زبان میتین؟ سیفدا دخترم، ما دایی بارا چندین بار گپ نزدیم؟ ما هم هر بار گفتیم که میمونم، اما که تو آدم عروسی نمیکنم پدر. عروسی میکنی؟ عروسی نمیکنم. تو را میکشم. کوکسال لطفا آرام باش، من برش گپ میزنم. خیر سال تو دختر من لط نکو چی میشه؟ چرا باید لط کنم؟ ای دخترم است، در بین ما مداخله نکو. سیفدا دختر مقبول من. وقت من ورشکست شدم باز حتی بیادرم هم از من روی گشتاند، اما امی آدم آمده قرضای مرا پرداخت کرد. اگه او آدم کمک نمیکرد آل ما در سر سرک می بودیم دختر قندم. باز تو خواست تمام چیزا خبر داری؟ عروسی کردن امرای او آدم به من از مرگ بدتر است پدر. چرا نمیفهمین؟ اگه قرضدار باشیم باز چی گپ است؟ کار کردم پس برش ورشکست شدم دخترم، ورشکست شدم. خلاص شدیم، من در بازار ایز روی ندارم. گپ من فهمیدی؟ درست است من کار میکنم. میبینی کی دختر چی میگه؟ دخترم این چیزایی نیست که با کار کردن پرداخت شوه. باز تو یک دختر چی خود کردی؟ من براتون گفته بودم نه که به یک مصاحبه کاری میرم. من او کارا گرفتم، مدل تجارتی انتخاب شدم. هفته جدید عکس برداری شروع میشه، همراهم قراردادم میکنن. ای چی میگه سن؟ مدل چی؟ قرارداد چی؟ من سر دخترم قسم کارای بیناموسی رو نمیکنم. اگه مدل تجاری شدن بیناموسی است، باز عروسی دخترتان امرای کسی که قرضدارش هستین با ناموسی است پدر؟ سیفدا زبان تو روز به روز دراز شده میره. سیس کوکسال یک بار آرام باش. بسیار زود نامش از کلابا خاط برآمد. بچه امام تو گلو غرق در مواد مخدر شده. تمامش به خاطر تو است. چی کردیم خدا جان ما بگیره که دیگه بیغم شد. کوکسال در صورت خیلی تو هم آمده متوجه اولادات. چطور یعنی؟ حالا دیگه من این کار گناهکار شدیم؟ ما گناهکار شدیم. جزای تو را من میتونم خیریه. جزای تو را من میتونم. بس از مادر من خلاص نگی. از این زندگی خسته شدیم. از تو نفرت دارم پدر. برای یک بارم که شده ده حق ما پدری کو. برای یک بار به جایی که دختر تو می بودم، کاش که من هیچ وقت به دنیا نمی آمدم. کاش که تمون طفلی می مردم.
بسیار تغییر کردی بسیار تغییر کردی ما جزای تمام این کارهای حتما برات میتم دخترم برو حرکت کن دخترم علاج کنین علاج کنین عجله کن علاج کنین علاج کن برو تا وقتی که عقلش جایش نامده برش دروازه رو باز نمی کنی نان عوام نیست ما امروی و بچه روزن کار تعیین میکنم بعد از این هرچی که من میگم امو میشه و خلاص به زور روز ساختنش کار خوب است کسی که در داخل است دخترت است دخترت یک بار صبر کوبان ببینیم آقا ویگارا منتظر می باشه کم صبر کنیم صبر کده به این وضعیت رسیدیم خیریه دیگه خسته شدیم بس است خودت دیدی که چی گفته؟ گفت که در حق ما پدری نکدی اما قسم برم گفت با ما اما تو گفت خیریه احمقا ما حتی به خاطر شما دستای ما به خون آلوده ساختیم دست ما به خون آلوده کردم ای تو چی میگی کوکسر؟ دستای ما آلوده ساختیم یعنی چی؟ پشتش نگرد خیریه دقسش نشو خدایا بچه کردیم که این حقم جزا میدی سلام ملا صاحب چطور هستین خوب هستین؟ زنده باشین خوب هستم تو چطور هستی خورترک؟ در کارت برکت کن نه ملا صاحب بیا چای آمده است اون گلاس چای بخور زنده باشین کم عجله دارم باز یک وقت دیگه سیس آفرین روزتان بخیر روز شما بخیر چطور هستین خانم میرال؟ زنده باشی میشه که دواره برم بتین؟ البته اما ای دوا در دواخانه نمانده اگه عجله نداری میرم از کدام میارم درست است میشه دو صورت خیلی یک دفعه بازار میرم باز پس میایم درست است مزاحمتان نمیشم روزتان خوش روز شما هم خوش ای چی وضعیت از دخترم ها؟ کمی متوجه خود باش تو اقدر درس خواندی فارماسیست شدی تو لایق بیشتر از دی هستی پیش هر کسی اقدر خدا کم نبیار بس است مادر بس است میرال بلی آز خدا تو چرا سر دختر قدر فشار میاری؟ فشار چی جانم؟ چهار چشمه او طرف سیل میکنه که مردم برش چی میگه؟ میرال بین تو ملا علی چی نا تقسیم مانده؟ ملا علی گفته مرا کشتین ملای چی علی هان جان؟ ملای چی؟ کسی که ملاز در مسجد میباشه قسمی که خودت میفهمی میرال پیش ازی که او به این منطقه بیایه کل جای پر از راگیر و لچک بود مردم از طرف شو برآمده نمیتونستن ده کمتر از 2 سال تمام لچکار اصلاح کرد بیبی برای توضیح میگم اگر 10 نفر دیگه همه قسم باشه باز در استانبول بنام گناه چیز نمیمونه تعریف کو بی از او سرزبانای کلگی است تو پس نمونی تو هیچ چیزی را نمیفهمی بلی از خدا بس از دیگه راستی که یک آدم خوب است
چطور هستین ملا صاحب؟ زنده باشین. شما چطور هستین؟ زنده باشین. تشکر. خدا داد مرا ملا صاحب گفته در کل منطقه با نام ملا مشهور ساختی. بله ملا صاحب. ملا صاحب چی خدا داد؟ من برای چند باری را گفتم. من خودم تا هنوز از کل مردم دانه دانه یاد میگیرم. حتی از تو. فقط چیزایی را که یاد دارم همراه مردم شریک میسازم. خداوند ازت راضی باشه. تو از خود کسا کوی نداری؟ دارم اما دقیقش نشو ملا صاحب. حقت ببخش. بفرما بیادر. زنده باشی. خداوند ازت راضی باشه. حالا خدا داد. من می باشم ملا صاحب. باش خدا داد. نه ملا صاحب ضرورت نیست. بس را جان بیادر ما یگان چیز بخر. باز به یک رستوران ببر شکمشم خوب سیر کو. حالا بله؟ بله دکتر. کجاستی؟ در بیرون هستم خواهر. ما در سر سرک ماندیم. چی گپ شده؟
باز برات میگو. تو کجاستی؟ ایره برام بگو. من در بیرون هستم اما تو کجاستی؟ ما پیشت میایم، همراه نهاد هستم. درست است. به ایستگاه سیتیلر بیا. درست است جانم، درست است. یک دونی؟ هیچ خوب نیستم دکتر. من از خانه فرار کردم. از خانه فرار کردی؟ سعیز بیا در خانه باز گپ میزنی. عکس برداری شروع شوه. پول به دست بیارم. ما او را قانع میسازم جانم. همراه آقا اویگارام عروسی میکنم. بیا دیگه زیاد نازدانگی نکو. حالا برو. راستش من میال 100,000 کار دارم خواهد. چی؟ اگه پول مواد را که کلش پدرم دکه موت انداخته امشب نباره مرا میکشن. پول ما دزدی کده. چی؟ پول تو دزدی کد؟